ویدئوی اول فهمیدیم چطوری گول دوره‌های الکی رو نخوریم. تو ویدئوی دوم 2 تا مسیر اصلی رو براتون نشون دادم که یا کاربر هوش مصنوعی هستین یا توسعه دهنده هوش مصنوعی و حتی اینم گفتم که چطوری میتونیم بفهمین کدوم یکی از این 2 تا را برای شما مناسب تره. پس در نتیجه اگر 2 تا ویدئو قبلی رو ندیدی حتما ببین، لینکش توی دیسکریپشن گذاشتم، این بالا میاد برات احتمالاً. خلاصه اگه ندیدی این مجموعه 3 تا ویدئو مثل پازلن. پیشنهاد میکنم 2 تا قسمت قبلی هم ببینی بعد بیای این ویدئو. خب مسیر مشخص شد، مقصدم معلومه. حالا چی کمه؟ دقیقاً نقشه و ابزارهای حرکت. سوالی که الان تو ذهن هممونه اینه که اوکی من فهمیدم کدوم طرفیم، حالا بگو قدم اول چیه؟ فردا قرار چه کاری انجام بدم؟ چه ابزاری رو استفاده کنم؟ چه محتوایی رو ببینم؟ تو این ویدئو قراره جو ابزار هر 2 تا مسیر رو بازش کنیم. سلام، من محمدم و اینجا قراره با هم دیگه کلی چیز جدید یاد بگیریم. قسمت آخر مجموعه نقشه راه هوش مصنوعی هستین. دیگه وقتتون رو تلف نمی‌کنم، بدون معطلی بلولیم تو ویدئو. اول از همه بریم سراغ اون 95% که البته فکر میکنم 95% که مسیر کاربر هوشمند هوش مصنوعی رو انتخاب کردین، چون حدس میزنم اکثرا با ریاضیات مشکل دارن، برنامه‌نویسی خورده براشون سخته و داستان‌های مختلف. احساس میکنم اکثریت این گزینه رو انتخاب میکنن که البته بهترین گزینه هم هست. خود منم این گزینه رو انتخاب میکنم به دلیل اینکه خیلی خیلی زیاد جاهای مختلف استفاده میشه و برخلاف چیزی که تصور میکنین بسیار کار هوشمندانه و خلاقانه و سخت البته میتونه باشه و اصلا ساده در نظر نگیرینش و فکر نکنید فقط یه کار با چت جی پی تی میشه کاربر هوشمند هوش مصنوعی. دنیای بسیار وسیعی داره و شاید حداقل 1 سال 2 سال نیاز به تجربه داره تا بتونید به اون لول حرفه‌ای برسید، یا بهتر بگم بتونید ادعا کنید که حداقل من میتونم اون لول حرفه‌ای باشم. تا قبل اون اصلا همچین ادعایی به نظرم اشتباهه. و از همه اینا بگذریم، بریم مسیر کاربر هوشمند هوش مصنوعی رو با هم دیگه باز کنیم. مهمترین مهارتی که شما نیاز دارید برای این مسیر مهارت پرامپت نویسیه، نه صرفاً پرامپت نویسی برای چت جی پی تی. اینو من چندین بار تکرار میکنم چون همه تصورشون فقط روی چت جی پی تیه یا حالا چند تا هوش مصنوعی دیگه. مهارت پرامپت نویسی اصلا چیزی نیست که محدود به چت جی پی تی بشه. مهارتیه که شما قرار زبان هوش مصنوعی رو درک کنید و بر اساس اون صحبت کنید. یعنی شما بتونید بهترین مکالمه رو با هوش مصنوعی داشته باشید. این خودش یه حرفه کاملا مجزاست. ممکنه تصور کنید ساده است، ولی خب نه، اینجوری نیست. توی مسائل پیشرفته و یه سری کار پیچیده‌تر واقعا پرامپت نویسی بسیار بسیار مهمه و زمانی اینو متوجه میشین که با یه نفر که پرامپت نویس خوبی هست خودتون رو مقایسه کنید و مثلا یه سوال بذارید 2 نفر حل کنن، یکی پرامپت نویس خیلی حرفه‌ای باشه، یکی پرامپت نویس معمولی باشه، تفاوتشو کاملا میتونید بفهمید تو خروجی که میتونه از هوش مصنوعی بگیره. پس عملا قبل از هر ابزاری شما نیاز این محدوده پرامپت نویسی رو به خوبی یاد بگیرین و تجربه توش کسب کنید. چیزی که میگم یاد بگیرید اینجوری نیست که یه دونه ویدیو ببینید یاد بگیرید تموم بشه بره، نه، تجربه باید کسب کنید در طولانی مدت، در تسک های مختلف، در وظایف مختلف، در بخش های مختلف. عملاً الفبای کار شما همینه که فعلا برای قدم فعلی من 3 تا نکته مهم رو بهتون میگم برای پرامپت نویسی. و البته حتما کانال تلگرام منو داشته باشین، اونجا روزانه حداقل فکر می‌کنم یه دونه پست حداقل راجع به پرامپت نویسی داریم، حالا چه تصویر باشه چه متن باشه و چه نکات بسیار مهم برای پرامپت نویسی. پس کانال تلگرام فراموش نشه. نکته اول دقیق و شفاف باشین. من یه مثال ساده میزنم. مثلا به جای اینکه بگی یه عکس از یه ماشین بده، یه خورده دقیق‌تر بگی یه عکس سینماتیک از یک ماشین اسپورت قرمز رنگ در جاده جنگلی مه‌آلود در هنگام غروب آفتاب. حالا مثال زدم، هنوز تا هزاران جزئیات دیگه هم میتونم بهتون بگم، مثلا قطرات بارانم رو ماشین باشه، یا مثلا خیابون خیس باشه، یا خیابون خاکی باشه، یا درخت‌ها پاییز باشن مثلا، یا در حال بارش بارون باشه، یا حتی زاویه دوربین کجا باشه، کجا رو بگیره، از کجا، از جلو، عقب، بالا. لنز دوربین رو حتی کامل میتونم مشخص کنم، بگم با چه لنزی چه عکسی گرفته بشه از چه زاویه‌ای. عملاً تفاوت یه پرامپتی که خیلی دقیق و شفاف توضیح داده با یه پرامپت ساده در همینه. و این چیزی نیست که یه نفر بیاد به شما یاد بده. من نمیگم چنین چیزی وجود نداره، بله هست، پرامپت نویسی آموزشش هست، اما خیلی بیسیکه. یعنی هر چقدر پرامپت نویسی رو به این سبک بیان به شما آموزش بدن، در نهایت تجربه شماست که حرف اول رو میزنه. پس در نتیجه این چیزی نیست که واقعا کوتاه مدت با یه دوره یا چند تا ویدیو دیدن یا چند تا حرکت تستی زدن شما تبدیل بشید به یه پرامپت نویس ماهر. نیاز به تجربه طولانی
مدت داره. نکته دوم، به هوش مصنوعی شخصیت بدید. مثال میزنم، مثلا میخوای یه مقاله بنویسی، میتونی اول پرامپتت به هوش مصنوعی یه کاراکتر، یه شخصیت بدی. اینجوری بهش بگی که مثلا تو در نقش یک کپی رایتری، یا در نقش یک مقاله نویس حرفه‌ای، یا اینکه تو نقش یک برنامه‌نویس فول استک رو داری مثلا، یا اختصاصا برنامه‌نویس حرفه‌ای پایتون هستی. بهش کاراکتر بدید. وقتی این کارو انجام میدید، حجم زیادی از دیتاهای به درد نخور رو عملاً میندازید دور و هوش مصنوعی تمرکزش رو میذاره رو همون کاراکتری که شما گفتید و اینجوری خروجی خیلی بهتری میده. نکته سومی که میتونم بهتون بگم، بهش مثال بدید. مثلا میخوای لحن یه چیزی رو تغییر بدی، با توجه به اینکه قبلا یه سری موارد رو نوشتی، میتونی مثال بزنی و بگی مثل این. مثلا یه نوع لحن دوستانه داری خودت که توی مقالات استفاده میکنی. وقتی میخوای مقاله جدیدت رو لحنش رو دوستانه کنی، دیگه فقط نمیای بگی لحن متن رو دوستانه کن. علاوه بر اینکه این جمله رو می‌نویسی، مثال هم میزنی، میگی مثل این. بعد یکی از مقاله قبلی تو میدی، لحن خودت رو کامل بررسی میکنه و اینجوری خروجی دقیقاً میشه همون خروجی که نیاز داری. مجدد بگم فراموش نکنید این وسط چنل تلگرام حتما داشته باشید. من نکات پرامپت نویسی خیلی زیاد میگم و تو این ویدیو چون قرار نیست آموزش پرامپت نویسی بهتون بدم، همین سه تا نکته رو فعلا میگم. عملاً به همین سه تا اکتفا میکنم. یه سرنخ داشته باشید. ادامهشو هم میتونید از خود هوش مصنوعی بگیرید، هم میتونید سرچ کنید. یه خورده کمتر دنبال لقمه آماده باشین، یه ذره سرچ کنید، از خود هوش مصنوعی هم کمک بگیرید و ایده ها رو تست کنید به تعداد زیاد. اصلا مهم نیست چی، همه چی رو تست کنید. هر چیزی به ذهنتون میرسه تست کنید. رایگانه، محدودیت نداره که. مخصوصا گوگل ای استودیو که اصلا محدودیت نداره. شما تا صبح پرامپت بده، هی تست کن، هی تست کن، هی آموزش ببین. حالا بریم سراغ ابزارهای ضروری که برای شمایی که میخوای متخصص استفاده از هوش مصنوعی بشی نیازه. باز تو پرانتزی نکته کوچولو بگم، این ابزارهایی که دارم میگم معروف ترین ها و برترین هاشونن. یک دنیا ابزار دیگه هست که همشون پرفکت عمل میکنن در حوزه تخصصی خودشون. فقط من الان اگر بخوام تک تک اونا رو بگم، شاید فقط به اندازه 24 ساعت بعد یه تک نام ببرم ابزارا رو تا تموم بشه، که فکر نکنم تموم بشه. در نتیجه ابزار زیاده. من بازم میگم، اشاره میکنم تو چنل تلگرامم ابزارها رو روزانه معرفی میکنم. میتونید بیاد اونجا، حداقل هر ابزاری که معرفی میکنم یه بار تستش کنید. ولی یه خلاصه بگم برای اونایی که یه خورده دیرتر وارد جریان شدن و نمیدونن چی به چیه، تو چند تا دسته‌بندی من یه چند تا هوش مصنوعی رو بهتون پیشنهاد میدم که حتما تستش کنید. معروف ترینش که همون چت جی پی تی مونه. این عملا خداست میشه گفت. تو اکثر چیزایی که نیاز دارید کاملا میتونه نیازتون رو برطرف کنه، ولی یه محدودیتی داره به خاطر اینکه هزینه سرورها خیلی زیاده. یه محدودیت روزانه‌ای داره که من باز پیشنهاد میکنم. اول اینکه برای خود چت جی پی تی هم تو چنل خودم برید، پلیلیست چت جی پی تی 0 تا 100 هست، آموزش رو میبینید، وقت بذارید آموزش چت جی پی تی رو ببینید و ازش استفاده کنید. به محدودیتش هم خوردید، راه بعدی هوش مصنوعی بعدیه که معرفی میکنم، گوگل ای استودیو، که پلیلیست آموزش 0 تا 100 گوگل ای استودیو هم هست که البته باید آپدیت هم بدم در آینده. عملا تمومی نداره این پوشه بندی هایی که گذاشتم 0 تا 100 تمومی نداره، هی باید بهش ویدیو اضافه کنم و هی توضیح بدم، چون به نظر من هیچ کدوم از اینا ته نداره که بخوام یه دوره رو ببندم و بگم الان بسته شد. پس گوگل ای استودیو هم یادتون نره. لینک های همه اینایی که دارم میگم تو دیسکریپشن میذارمش. ای بعدی که میتونید ازش استفاده کنید نوشن ای که برای مدیریت کاراتون رو یادداشت به درد میخوره ولی پولیه، که البته ابزارهای جایگزینش هست که رایگانش رو بخواید پیدا کنید. فقط کافیه به خود هوش مصنوعی بگید جایگزین نوشن ای چه ابزاری رو پیشنهاد میکنی که رایگان باشه. ببین از خود هوش مصنوعی استفاده میکنی برای پیدا کردن ابزارهای رایگان بعدی. خیلی ساده است و این کارو بارها و بارها باید تکرار کنی. بازم میگم دنبال لقمه آماده نباشید. باید تمام اینو خودتون بگردید پیداش کنید. چرا اینو میگم؟ چون من در این ثانیه میگم فلان ابزار رو چک کن، فلان ابزار از فردا کنسل میشه یا یه ابزار بهتر میاد و شما دیگه خبر نداری. چرا؟ چون تو جریانش نبودی و یاد گرفتی همیشه یه چیز آماده رو بهت بدم و تمام، دیگه به هیچ چی فکر نکنی. پروسه پیدا کردن رو همیشه سعی کنید یاد بگیرید. این خودش اصلا یه دوره دیگه میخواد فکر کنم. پروسه سرچ کردن، پروسه پیدا کردن، این که چیکار کنی، تا زمانی که این کار رو سعی و خطا انجام ندی و به نتیجه نرسی، عملاً همیشه گیر این میمونی که الان چیکار کنم. اوکی، از اینا بگذریم. یه مدل دیگه هم بهتون معرفی کنم. خود گوگل جمینای هم هست که از همون گوگل ای استودیو در واقع استفاده میکنه. جفتشون یکیه. تو جمینای باز قابلیت‌های مختلف دیگه هم داره که اون هم آموزش رو توی چنل گذاشتم 0 تا 100 و هنوزم ادامه داره. پلیلیستش رو میتونید ببینین. پس این شد یه پکیجی از هوش مصنوعی‌های تولید متنی که خب خیلی میتونید باشون کار کنین. فقط هم متن نیست، خیلی تریک‌های مختلف دیگه‌ای داره که برای جاهای مختلف استفاده میشه که من نمیخوام فعلا خیلی بازش کنم، فقط سرنخ تو این ویدیو بهتون میدم. مجموعه دومی که شما میتونید توش فعالیت کنید مجموعه هوش مصنوعی‌های تولید تصویره
که پرامپت نویسی هایی که برای تولید تصویر انجام میشه خودش باز یه دنیای دیگه است. باز تو پرانتز بگم اینکه صرفا شما یه پرامپتی رو میدید الان به هوش مصنوعی و یه تصویر بهتون میده، معنیش این نیست که شما پرامپت نویس برترید. هوش مصنوعی همیشه یه خروجی میده. شما هر پرامپتی بزنید همیشه یه خروجی میده. یه راهی که میتونی ببینی جزئیات پرامپت نویسی تصویر چقدر میتونه زیاد باشه اینه که بری پرامپت های بقیه رو ببینی که تو اکثر سایت هایی که تولید تصویر انجام میدن یه سری تصاویر رو اینجا نشون میدن از کاربرها که اینا رو خروجی گرفتن و پرامپتشون هم هست اکثرا. یه چند بار برید سرچ بزنید تو همین پرامپت ها، بچرخید ببینید چه جوری اینا پرامپت می‌نویسن برای خروجی تصویرشون. اون موقع متوجه منظور من میشی که چقدر میتونه جزئیات داشته باشه پرامپت نویسی تصویر. و اما مدل‌های مختلفی که میتونید باش کار کنید، میدجرنی هست، دالی 3 هست که البته هر دوش پولیه، اما رایگانش رو میتونید بیاید توی leonardo.ai تا یه حد خوبی میتونید استفاده کنید. و یه دنیا سایت دیگه هم هست که مدل‌های تصویری رو تا حد خوبی رایگان گذاشتن و یه عالمه میتونید ازشون استفاده کنید برای تست یادگیری پرامپت نویسیتون، که باز همینم دوباره از خود هوش مصنوعی میتونید کمک بگیرید که از چه مدل‌های استفاده کنی و از چه سایت‌های استفاده کنی که رایگان باشه. علاوه بر اون اگر سیستم خوب یا لپتاپ خوبی داری میتونی از مدل‌های لوکال هم استفاده کنی که حتی روی سیستم خودت ران بشه. تمام اینایی که دارم میگم سر نخه. مثلا از کانفیوآی میتونی استفاده کنی و کلی برنامه اوپن سورس دیگه که میتونن مدل‌های تولید تصویر رو روی سیستم خودتون ران کنن، که باز همینم دوباره میتونید از خود هوش مصنوعی کمک بگیرید. بریم سراغ دسته سوم. دسته سوم خیلی وسیع‌تر میشه و ابزارهای تخصصی تری هم میشه. مثال میزنم، شما برنامه‌نویسی و نیاز به مدل‌های برنامه‌نویسی داری که کمکت کنن توی یه سری جاها، یا حتی دانش متوسطی داری میخوای این دانش رو به کمک هوش مصنوعی پیشرفته ترش کنی، یا گرافیستی میخوای ابزارهای مختلف رو استفاده کنی تو کارت که هم حرفه‌ای‌تر بشه هم سرعت کارت بره بالاتر. اینم کاملا منطقیه. یا مثلا کسی هستی که پاورپوینت میسازه، به صورت تخصصی میخوای پاورپوینت اسلایدی بسازی، یا حتی برای کارهای تحقیقاتی نیاز داری از هوش مصنوعی استفاده کنی تا سرعت کارت بره بالاتر و دقتت بیشتر بشه. همه اینا کاملا شدنیه. و حتی یه دنیا کار دیگه هم هست که من الان حضور ذهن ندارم، مثل کارهای 3D مثلا، مثل کارهای انیمیشن و یه دنیا کار دیگه که تو همه‌شون میتونی از هوش مصنوعی استفاده کنی. فقط هر کدومش ابزارهای مختص به خودش رو داره که بعضیاشون رایگانه، بعضیشون پولیه، بعضیاشون میتونی رو لوکال سیستم خودت ران کنی. که من اینا رو بخوام تک به تک توضیح بدم قطعاً خیلی خیلی زیاد بعد توضیح بدم. بابت همین این دسته‌بندی سوم رو عملاً میذارم پای خودتون که بر اساس تخصص خودتون به کمک هوش مصنوعی باز هم برسید به اینکه چه ابزارهایی دارید. از خود هوش مصنوعی بخواید شما این تخصصتون اینه، چه ابزارهایی میتونید استفاده کنید که هوش مصنوعی رو عملاً توی کارتون بیارید. در نهایت برای این بخش من یه جمع‌بندی کنم. ببینید یه پکیج کاملی وجود نداره. انقدر دنبال این جریان نباشید که یکی بیاد یه پکیج کاملی بهتون بده شما یه متخصص هوش مصنوعی بشید. اینو کامل بریزید دور. شما باید یه مدت زیادی با هوش مصنوعی ها، اصطلاح دیگه شو نمیدونم، بر بخورید تا بفهمید چه اتفاقی داره میفته. تنها راه حلش هم اینه که با دنیای هوش مصنوعی تعامل داشته باشین. چه جوری؟ یه عالمه چنل هوش مصنوعی فالو کنید. کلی یوتیوب راجع به هوش مصنوعی داره صحبت میشه، تولید محتوا میشه. همه اینا رو باید بشین نگاه کنید. من تو چنل تلگرام خودم کلی ابزار معرفی میکنم. همینا رو حداقل روزی یه بار بیاید بشینید این ابزارهایی که معرفی میشه حداقل یک بار تستش کنید. بعد از اینکه این کارو مثلا به مدت 3-4 ماه انجام دادید، شما الان فردی هستید که حداقل 20 ابزار مثلا هوش مصنوعی رو بلده. 20 تا ابزار هوش مصنوعی رو باش یک بار حداقل کار کرده. اتفاقی میفته چیه؟ بعد از اینکه شما 20 تا هوش مصنوعی رو میشناسید مثلا، حالا وقتی یه مسئله میاد سمتتون، با توجه به اینکه اون 20 تا هوش مصنوعی رو میشناسید، حالا میتونید تصمیم بگیرید فلان کارو میتونم با یکی از هوش مصنوعی‌ها که میشناسم انجام بدم. خروجی اینو بدم به ورودی اون یکی میتونم یه کار دیگه انجام بدم. در نتیجه میتونم دو تا ابزار رو با هم دیگه ترکیب کنم برای اون تسکی که میخوام انجام بدم. و کلی از این جور موارد که اینا قابل توضیح دادن نیست و فقط شما زمانی اینا رو میتونید بفهمید که با این جریان هوش مصنوعی کاملا قاطی شده باشید، بر خورده باشید این لالو و کاملا همه ابزارا رو بشناسید حداقل، تا در زمان مناسب بتونید تصمیم بگیرید از کدوم AI استفاده کنید یا کدوم ابزارها رو با هم دیگه ترکیب کنید. در نهایت به نظر من نقشه راه شما چیه؟ تمرین و تمرین. هر روز حداقل نیم ساعت، 1 ساعت با یکی از ابزارهایی که میشناسید کار کنید. ابزار نمیشناسید بیاد تو چنل تلگرام من، روزانه 2-3 تا ابزار معرفی میکنم. نیاز نیست حتما پروژه داشته باشید. فقط یه ابزار رو تست کنید. اصلا الکی، کاملا الکی. برید این ابزار رو تست کنید. این چیزی که دارم میگم واقعا بعد از 2-3 ماه میفهمید چی شده. تاثیرش رو الان نمیفهمید. الان میری یه ابزار تست میکنی، میگه خب اوکی تست کردم دیگه، خب بعدی دوباره بعدی. بعد از 2-3 ماه میبینی 90 تا AI بلدی، حداقل میشناسی. اون موقع است دیگه خودت نقشه راهو میچینی.
دیگه نیاز نیست کسی بهت بگه چه کاری انجام بدی، چون یه تعداد ابزار رو بلدی یا آشنایی باش. حتی بعضی وقتا بشینید الکی برای خودتون تسک تعریف کنید، مثلا هر حوزه‌ای که دوست دارید، مثلا اینستاگرام دوست دارید کار کنید، مثلا تولید محتوا کنید، همینجوری الکی به خودتون یه تسک بدین که آقا امروز می‌خوای 10 تا ایده اینستاگرامی در بیاری. بشین بلول تو همه هوش مصنوعی‌ها، ببین چه جوری میتونی 10 تا ایده برتر در بیاری. از تولید ویدیو گرفته، تولید تصویر گرفته، موزیک گرفته تا خود سناریو، متن نوشتن، کپشن و کل این کارا رو بشین الکی تست کن با خودت. به نظرم بس بریم سراغ اون مسیر دوم که AI دیولپرها هستن که قراره خود این هوش مصنوعی ها رو توسعه بدن در واقع، که باز این یه دنیای دیگه زیر شاخه خودش داره که چند تاشو تو ویدئوی قبلی گفتم، چند تا شاخه اصلی شو در واقع الان یه خورده بیشتر بازش میکنیم. همین اول داستان بگم مسیر شما بسیار بسیار سخته، اصلا کوچیک نبینیدش، اصلا ساده نبینیدش، خیلی زمان میبره تا به اون چیزی که میخواید برسید و تنها چیزی که میتونه شما رو تو این مسیر نگه داره اینه که علاقه داشته باشید واقعا. بریم سراغ نقشه راه شما بدون تعارف و رویا فروشی. قدم صفر که شما نیاز بردارید اینه که طرز تفکرتون رو الان یه تغییری بدین. همین الان بپذیرید که این مسیر بسیار طولانیه. حداقل 1 تا 2 سال باید واقعاً پا بزنید. کاملا جدی و مستمر 1 تا 2 سال کاملا فشرده. اصلا هم دنبال میانبر نباشید. هیچ میانبری وجود نداره. دوست داری میتونی کاملا تست کنی. تمام دورهایی که میگن به عرض یه ماه شما میتونی یه متخصص هوش مصنوعی بشی، همه رو برو شرکت کن. دوست داری میتونی تست کنی. ولی پیشاپیش من بهت میگم تمام اینا همشون رویا فروشیه. اگر دارم بهت میگن به مدت کم، چون حداقل چیزی که من میدونم اینه که 1 الی 2 سال خیلی فشرده نیازه شما خیلی مستمر تو این کار پا بزنی به معنای واقعی. بریم سراغ قدم اول. پس قدم صفر رو بهتون گفتم، طرز فکر رو یه ادیتی بزنید. چون اومدیم تو فاز برنامه‌نویسی از قدم صفر شروع کردم که ایندکسمون هم درست در بیاد. ولی بریم سراغ قدم اول. قدم اول تسلط کامل بر پایتونه. در واقع همه چیز میشه گفت از همینجا شروع میشه. شما باید زبان پایتون رو تا حد خیلی زیادی یاد بگیرید، نه در حد یه پرینت گرفتن ساده یا یه خروجی خیلی ساده یا حل مسائل تمرینی خیلی ساده. باید مفاهیم پیچیده‌ای مثل برنامه‌نویسی شیگرا رو یاد بگیرید کاملا. ساختار داده و الگوریتم‌ها رو باید کاملا یادش بگیرید. هیچ راه میانبر هم نداریم. منبع پیشنهادی هم میخوایم بهتون میگم. سایت فری کد کمپ لینکش توی دیسکریپشن هست. دوره‌های رایگان داره. و از اینم بخوایم بگذریم فارسیش کنیم، دوره رایگان جادی رو دیگه فکر کنم همه میشناسن. یه دوره بسیار حرفه‌ای پایتون تولید کرده که واقعا خفنه. دیگه اصلا حرفی برای گفتن نذاشته. تازه اونم نخواستید میتونید بیاید تو کل چنل های یوتیوب فارسی و انگلیسی سرچ کنید و یه عالمه محتوا راجع به پایتون ببینید. از پایتون بگذریم. قدم دومی که نیاز انجام بدید اینه که با ریاضیات یه خورده آشتی کنید. میدونم سخته ولی خب مجبورین. فرار نکنید دیگه. واقعا باید برگردید به همون کتابایی که داشتیم فوش میدادیم به اساتید که اینا به چه دردمون میخوره. بیا این دقیقاً همون جاییه که لازم میشه. ولی در کل 3 بخش خیلی کلیدی داره که این 3 تا بخش رو واقعاً خیلی خوب باید یادش بگیرید. حداقل سطحی، با توجه به اینکه تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم حتما نیاز نیست تخصصی تو همه بخشایی که دارم میگم داشته باشید. همه بخشا رو میتونید به صورت سطحی یاد بگیرید، اما یک بخش رو به صورت تخصصی کار کنید. و در نهایت سرنخ کوتاه بهتون بدم از ریاضیات که دقیقاً چه بخشایشو باید یاد بگیرید. جبر خطی رو نیاز دارین یاد بگیرید برای درک کار با داده‌ها و ماتریس‌ها. حساب دیفرانسیل و انتگرال که اصلا خوراک داستانه، برای نحوه بین‌سازی مدل‌ها لازم میشه. و آمار و احتمال هم که اصلا اونم جزء واجباته برای درک عدم قطعیت و توزیع داده هاست که باز همه اینا زیر شاخه یه عالمه داره. من باز توضیح نمیدم. این سرنخ داستانه، همینو میتونید با هوش مصنوعی دوباره ادامهشو پیش برید. برای یادگیری ریاضیات این بخشام یه کانال یوتیوب میشناسم که میتونم معرفی کنم. Tree Blue One Brown این اسم کانالشه. یه ذره عجیب به نظر میاد ولی خب هست. لینکش هم تو دیسکریپشنه. این یه ذره خوب توضیح داده. اینا رو اگه دوست داشتید میتونید با هوش مصنوعی هم ترجمه کنید. علاوه بر اینا با خود هوش مصنوعی هم میتونید تمام اینا رو یاد بگیرید. یعنی خود هوش مصنوعی میتونه باز استادتون بشه تو بخش‌های مختلف ریاضیات اگر خواستید. و اما قدم سومی که نیاز شما بردارید مبانی یادگیری ماشینه که اسم معروف‌تری هم داره الان، ماشین لرنینگ. دیگه از اینجا به بعد عملاً وارد دنیای اصلی هوش مصنوعی میشین. دیگه مفاهیمی مثل رگرسیون داریم، کلاسیفیکیشن داریم، نورال نتورکس رو داریم و زیر شاخه یه دنیا دیگه که باز دوباره همه اینا رو میتونید دوباره از هوش مصنوعی بگیرید که چه دیتایی داره و چه مسیرهایی رو شما میتونید برید. منابع پیشنهادی هم حقیقتا برای این بخش ندارم به دلیل اینکه به صورت پراکنده من خودم هم یه سری محتوا ازش خوندم
بلدش هم نیستم. بابت همین اینو میسپارم به خودتون، برید سرچ کنید، از هوش مصنوعی دیتا بگیرید. دیتای موثقی من ندارم. و قدم آخری که نیاز شما بردارید اینه که واقعا دست به کار شین. یادگیری تئوری واقعا کافی نیست. یعنی هزار هم شما دوره پایتون برین، تا وقتی که عملی انجامش ندین هیچ فایده‌ای نداره. باید پروژه واقعی انجام بدید. مهم نیست که پروژه رو کسی تعریف نکرده. به خود هوش مصنوعی بگید یه پروژه بسیار هوشمند میتونه براتون تعریف کنه، بسیار سخت. حتی هوش مصنوعی رو تبدیل کنید به کارفرماتون. این بخش دقیقاً همون مسیر سخت است که باید به مدت زیادی این کار رو انجام بدید، چون تمام اون موارد قبلی که گفتم نهایتاً هر دوره‌ای 2 ماه نهایتاً نیاز وقت بذاری شما که این دوره رو ببینی برای هر کدوم از این بخشایی که گفتم. الان با خودت میگی خب اوکی تاش که میشه زیر 1 سال. بله میشه زیر 1 سال، اما از اینجا به بعدش رو باید شما خودت تمرین کنی. بابت همینه که دارم میگم سخته و دیدن این دوره کافی نیست. باید همینجوری ادامه بدی و کلی تست کنی و کلی تجربه کسب کنی تا بعد از 1-2 سال تازه بتونی به اون نتیجه‌ای که میخوای برسی کم کم. این 4 قدم عملاً نقشه راه شمایی بود که میخوای برنامه‌نویس هوش مصنوعی بشی. سخته، زمان بره، ولی شدنیه و آینده واقعاً فوق‌العاده‌ای داره. بازم میگم تو گروه تلگرام من راجع به تمام این موارد هم نکاتی میذارم. برای هر دوره هم ابزارهای مختلف میذارم، هم برای بحث یادگیری خود هوش مصنوعی هم نکاتی رو ارسال میکنم تو چنل تلگرامم. در نتیجه چنل تلگرام رو حتما داشته باشید. آیدیش رو صفحه میاد، تو دیسکریپشن هم هست. همین اسم چنل هم سرچ کنید تو تلگرام میاد براتون، ای پرشین. همونجا گروه هم هست، میتونیم راجع به خیلی از این مواردی که سوال دارید بیاد زیر اون پست مرتبطش کامنت بذارید، منم میام جواب میدم. البته هنوز خلوته، میام جواب میدم. آینده اگر شلوغ شد دیگه شاید نتونم جواب بدم. اوکی، اینم از جواب ابزار و قدم اول. چه کاربر حرفه‌ای هوش مصنوعی باشید و چه توسعه دهنده هوش مصنوعی، الان دیگه میدونید. از فردا باید برین سراغ چی دیگه. از اینجا به بعدش کاملا با خودتونه. بازم میتونید برید دوره بخرید. هر کدوم از این مسیرهایی که فکر میکنید خودتون نمیتونید منابعشو پیدا کنید، سرچ کنید. دوره‌های فارسی و مختلفشو میتونید بخرید. خرید دوره ایراد نیست. اینکه دوره درست رو بتونی انتخاب کنی مهمه و اینکه واقعا ادامهش بدی و بری تو دل داستان. چون صرفاً با خرید دوره و یه یادگیری محدود 1-2 ماهه شما تبدیل نمیشی به اون متخصص تو هر بخشیش. در نهایت این 3 تا ویدئویی که درست کردم اگر براتون مفید بوده یه لایک بزنید، سابسکرایب هم کنید اگه ساب ندارید و ویدیو رو برای دوستاتون هم شیر کنید. اگر همچین سوالی دارن این 3 تا ویدیو رو حتما ببینن. پلیلیست رو میتونید لینکش رو بفرستید یا اینکه لینک ویدیوها رو براشون بفرستیم. تو دیسکریپشن هر 3 تا ویدیو هست. اگرم راجع به هر بخشی نظری دارید کامنت بذارید، با هم دیگه راجعش صحبت می‌کنیم. در نهایت هم بگم این مجموعه 3 تا ویدیو تموم شد، ولی سفر ما تو این کانال هنوز تقریبا میشه گفت تازه شروع شده. من تو چنل کلی ویدیو آموزشی راجع به هوش مصنوعی و ابزارهای مختلف دارم و هنوز از اینجا به بعدم حرفه‌ای‌ترم میشه. پس حتما چنل رو ساب داشته باشین. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو بودین. مرسی که این 3 قسمت رو همراه من بودین و در واقع برای آیندهتون وقت گذاشتید. یادتون نره که هوش مصنوعی یه 2 ماراتونه، نه 2 سرعت. قرار نیست به یه نقطه برسید. قرار این استقامت رو داشته باشید. خیلی‌ها این استقامت رو ندارن که بین کار و نرسیده به مقصد کنار میکشن. عملاً این استقامت رو ندارن. صبور باشید، مستمر یاد بگیرید و از مسیر لذت ببرید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا خدا نگهدار. بالاخره تموم شد.